یعنی همه عبادتاتون که دید نمیسبزد. ظاهرا شما نماز خوندید لیکن ایمانتون زیاد نشد. ایمان زیاد شد بعد نماز شما دیگر خیلی آدم میشید. بعد درس دیگر خیلی آدم میشید اگر ایمانتون زیاد شد. ایمان و زیاد شویش و کم شویش هر یک مسلمان حس میکند. بنابراین حنظله گفت که یا رسول الله ما در پیش شما باشیم ایمانمون بلند میشد. گویا که جنت و دوزخ دیدیم. بسیار با تقوا میشه. وقتی که خانه میریم پیش زن و فرزندای بازارها ایمانمون فرق میکنه. بعد گفتن که بله اگر شما همه وقت خیلی که در پیش من در مجلسی من میشنید ایمانتون جوش میزنه همه وقت اگر همین خیل باشید لصافحتکم الملائکه فی الطرقات فرشته ها در کوچه ها برآمده شما که سلامت میگن شما رو زیارت میکنند. لیکن ساعتا و ساعتا یعنی گاه ها ایمان بلند میشه گاه ها پس میشه. بنابراین صحابه ها میگفتن اجلس بینا نؤمن ساعه بیا یک ساعت شینمون ایمان بیاریم. میگفتن مراد ایمانمون زیاد کنیم کمتر همدیگر پند و نصیحت یادآوری از دین از بزرگی های این دین مقدس اسلام کنیم و ایمانمون زیاد شد. وقتی که یار و دوستایی به ایمان یک جا میشنن ایمانشون زیاد میشه. این هر کس حس میکنه.